درود خدمت هم‌میهنان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا رادیو تلویزیون ندا، پخش از ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی. امروز جمعه 16 ژانویه سال 2015 ساعت 4:10 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی یا شرق آمریکاست. طبق معمول امروز باز برنامه ما دیر شروع شد. قبل از همه چی به شما خوش آمد میگم به برنامه آزادی بیان. من بهکام هستم. دلیل چی میگن دیر شروع شدن برنامه این بود که این دستگاه ما نه که داره فرسوده میشه، این پیچ میکروفونه کنده شد یه دفعه از این میکروفونه گنده چیزم از مال استودیو، همینطور اومد خود تو سر این یارو دستگاهه و شوک شد، ترسید بسه که دستگاهه. بعد یه کانکشن قطع شد به مدت یه 5 دقیقه یا 10 دقیقه صفحه ها سیاه بود. الان شروع شده و یه چیزی رو می‌خواستم اینجا خدمتتون بگم. اگر زمانی که می‌بینید که برنامه قطعه، نه تنها ندا تیوی، هر تلویزیون دیگه رو که دارید از اینترنت نگاه می‌کنید، یه ریفرش بزنید، چون بعضی وقتا این سرورها مثلا چیز میشه، کات میشه، یا یه اتفاق مثل همین یه اتفاقی میفته، یه سیمی کنده میشه، یه چیزی میشه، برای یه چند لحظه ممکنه کانکشن نیست و بعد دوباره وصلش میکنه. اینه که مثلا یه دقیقه 2 دقیقه صبر کردید تصویری نیست، یه ریفرش بکنید بعد میاد. اینم از این. در ضمن می‌خواستم بگم که شماره تلفن این برنامه هم هست 703 349 5011 و در ضمن آدرس ندا تیوی هم اونجا هست، www.nedatv.tv، آدرس اینترنتی البته www.nedatv.tv. میتونید مستقیم ببینید یا در گوگل یا یاهو برید به سرچ، در سرچ باکس بنویسید، البته همه رو با فاصله، ندا فاصله بیداری فاصله تیوی فاصله our web تیوی. our مثل our مال ما، یعنی همچین، چون بعضی با آر اشتباه میگیرن. چون یک شخص اینجا زنگ زد گفت هرچی من میسم آر وب تیوی، بعد گفت چجوری مینویسید؟ خب با اون لهجه میگفت آر، من بعد دیدم نه این منظورش همون ARE مثل بودن هستیم آر. بعد گفتم نه it's our OUR web TV. اونجا که برید مستقیم شما رو میاره روی تلویزیون ندا و الان خود من میخوام بزنم برم ببینم که چند نفر، چون چیز میگیره، چی میگن، رکورد میگیره که مثلا چند نفر در این لحظه دارن این مثلا ندا تیوی رو نگاه میکنن و شماره های هم اون زیر هست که تا حالا در این ماه مثلا چند نفر هیت کردن. یه لحظه اجازه بدید من بنویسم خدمتتون بگم. خودم هم یادم رفت چجوری اوکی. ندا فاصله یعنی سپیس بی داری سپیس تیوی، همین که من نمی‌نویسم خودش میاره، میگه ندا بیداری تیوی این our web تیوی. همونی که الان کلیک بکنم من یه لیستی میاد، مثلا لایو استریم هست، همه چی هست. شما اونجا که میگه our web تیوی همونو کلیک بکنی، الان یه راست میرم رو سر منو میاره یه راست تو برنامه‌های ندا تیوی که داره پخش میشه زنده. اگه این کامپیوتر بتونه بیاره خوب میشه. الان دوستانم فکر کنم رو خط منتظرن. اوکی تا این بیاد. بله اینم برنامه امروز ما. درود بر شما خانم حسینی، رو خط هستید گرامی. درود بی پایان بر شما، برای عزیزانی که محبت میکنن، همراه هستن و همیشه سپاسگزارشون هستم. امروز طبق معمول برنامه
آقای بهکام عزیز و جریان آزادی بیانه. ما حالا آزادی بیان رو به یه فرم دیگه برمیدارم که عزیزانی رو که میان پرست هستن و برای ایران و به خاطر ایران تلاش میکنن، این تلاششون شبانه روزیه. من آزادی بیان رو برای اونها قائل هستم، چون به اندازه کافی در عرض این 36 سال و سالهای قبلم از اون طرف خائنین و پشت بر میهن کردگاه برای ما تا دلتون بخواد از این آزادی بیان استفاده کردن و حرف زدن. درسته، لیکن فرصتی نبوده برای میهن پرستان واقعی ما. من خوشحالم و این افتخار رو دارم که تو این رسانه میتونم هم کلام با عزیزانی بشم که به واقع میهن پرستند، نه فقط از نظر ادعا کردم، بلکه کارهاشون، تلاشهاشون، تلاشهای شبانه روزیشون از جون و از خود مایه گذاشتن و استقامتشون و پایداریشون در اون نظراتشون برای من قابل ستایشه. برای اینکه در روزگاری داریم زندگی میکنیم که همه بوقلمون صفت به هر طرفی که باد میاد باد میدن و از امکانات عزیزان میهن پرست در جهت تخریب اونها استفاده میکنن. و همچنین وظیفه ماست در این رسانه که بتونیم که کسانی رو بشون که ایمان و باور داریم که با همه سن پایین و حتی سن بالا استوار باقی موندن و به واقع باعث سرافرازی من یه نفر هستن که میتونم باشون هم کلام بشم. امروز تو برنامه آقای بهکام عزیز یک هموطن جوان بسیار گرامی رو داریم که علیرغم اینی که اولی که تشریف آورده بودن خارج از ایران واقعا اون دشمنانی که به واقع سرر از ناصره تشخیص میدن و میدونن کی کیه و چجوری اومده برای میهن پرستان ما شروع میکنن به صفحه گذاشتن و اتهام زنی. ولی که خوشبختانه این جای خوشبختیشه که بعد از یک مدتی چهره واقعی اونها برای مردم ما رو میشه و میشناسن و منم خوشبخت و خوشحالم که از اولین روزهایی که این عزیز گرانقدر اومد خارج و بعد کارش شروع کرد به وسیله یک عزیزتری از جانی که بنده چشمان بهش ایمان دارم با پوزش از حضور این جوان عزیزم کما سابقه به عادت قبلی من پرسجوامو شروع کردم و وقتی که این عزیزم به من گفتش که دوست گرانقدر ما با چه هدفیه و چه جور آدمیه، اینی که علیرغم همه مخالفت ها من به نوبه خودم به عنوان یک نفر پای حرکت های مثبت ایشون ایستادم و خوشحالم و سرفرازم که این امید من مبدل به یأس نشده و امروز این جوان عزیز رو که اکثریت قریب به اتفاق شما از طریق کلیپ های بسیار ارجنده‌ای که تهیه میکنه میشناسیم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم و به هموطن خوب ایران پرستمون آقای امید دانا درودی میفرستم و خوشحالم که صدای نازنینشون روی این خط داریم. آقای امید دانا درود بر شما. نخست درود بفرستم به شما و جناب بهکام عزیز. راستش انقدر تعریف کردید که من همینجوری عرق داره از سر رو میباره. خیلی سپاسگزارتونم، دستتون درد نکنه. خیلی هم خوشحالم با شنوندگان و بینندگان تلویزیون خوب ندا همراه هستم. مرسی عزیزم، خوش آمدی امید گرامی. سپاسگزارم امید جان. من الان همه دیگه شما رو میشناسم، اما من به ازتون اجازه میخوام به عنوان از سنن بچه منی ولی کن از فهم و شعور از خیلی ها بالاتری و بینشی که داری برای من قابل احترامه. میتونم ازت بخوام که اول از همه یه مقدار از خودت بگی، با وجودی که میدونم همه تو رو میشناسم، ولی کم باز ازت خواهش میکنم بگو چجوری شد که اومدی اصلا خارج. میشه؟ بله خواهش میکنم. راستش خب من از سن 17 سالگی اوایل سال 1380 به صورت رسمی فعالیتامو با حزب پانیانی آغاز کردم. اون زمان آقای پزشک بود
زنده بودن، با دفتر ایشون ارتباط برقرار کردن. رفته فهمیدم که در وجود من اندیشه های راست میهن پرستانه خیلی جوانه زده و پس از اون از حزب پانیونیست خود فاصله گرفتم، به مطالعات پرداختم و پس از سال 85 بیشتر فعالیت‌های من فعالیت‌های زرتشتی بوده و فعالیت‌هایی بوده در راستای فرهنگ و آثار باستانی ایران که چندین حرکت کردیم در ایران. خب نوروز رو در پاسارگاد برای نخستین بار به صورت سازماندهی شده ما اومدیم سال 85 انجام دادیم. سال 85 بچه‌ها رو به صورت سازماندهی می‌بردیم و شروع می‌کردیم اوستا خوندن. بعد از اونم خب جشن‌های زرتشتی رو در تهران خیلی برگزار می‌کردن. حجم کارا تو این فعالیت‌های فرهنگی خب خیلی زیاد، اگه بخوام بگم هی باید دونه دونه بگم. خوشبختانه خیلی هاشو فیلماش رو آوردم در خارج، منتشر نکردم، به خیلی از دوستان به صورت خصوصی نشون دادم کارهای دوستان و خودمون رو در داخل ایران، بابت اینکه اگه این فیلم‌ها رو منتشر کنم امکان داره برای یاران ما در داخل یک مقدار دردسر پیش بیاد. ولی در سال 88 که همون 2009 میلادیه، پس از خیزش مردمی که اتفاق افتاد، وارد صحنه شدیم تا اصلاح طلبان حکومتی نتوانن از این جمعیتی که به خیابان ها اومده سوء استفاده کنن و بگن که خب اینان اصلاحات رو میخوان، در حالی که مردم ایران در همون روزها که ریخته بودن در خیابان، در همون 25 خرداد دقیقاً پس از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، مساجدی که در خیابون آذربایجان بود آتش زده بودن. اصلا این جنبش یک جنبش رادیکال و حتی به جرئت میتونیم بگیم در لایه‌های از اون یک جنبش اسلام ستیز هم بودش که این اسلام ستیزی در روز عاشورا خب نمایان شد با اون شعار مرگ بر ولایت فقیه و خب شعارهای رادیکال دیگه‌ای. در حال پس از اون من شناسایی شدم، بعد یک ماه فراری بودم، نهایتا دستگیر شدم، دادگاه علنی رفتم. خب خیلی هم پرسششون اینه همیشه از من که خب شما تو دادگاه علنی حکم اعدام گرفتی، الان خیابونای استکهلم بهت خوش میگذره یا نه؟ و پرسششون به این شکله. خب یه جورایی هم حق دارن، کسی که زندانهای ایرانو در سالهای اخیر ندیده و اون تو فضای سال 88 نبوده، منم بودم خب به شک میکردم، این حقو میدادم. ولی پرسش اینجاست که از بچه‌هایی که در جنبش سبز دستگیر شدن، تنها 2 تن که مجاهد بودن اعدام شدن، آقای جعفر کاظمی و آقای حاج آقایی. بیش از نزدیک به 40 تا حکم اعدام صادر شد که همه این دوستانی که حکم اعدام گرفتن، چون حکم کیلویی بود بانو حسینی، یعنی به هر کسی فقط حکم اعدام میدادن که در جامعه رو با وحشت ایجاد کنن. همه این دوستان پس از 6 ماه 1 سال آزاد شدن. من نهایتا 2 سال، یعنی من جز آخرین کسایی بودم که آزاد شدم. 2 سال و خورده من زندانمو کشیدم، آزاد شدم. اونم حالا البته آزادی منم اینم من باید بگم، همیشه هم گفتم چیز خاصی هم نبوده، گفتم از من خواستن عفو بنویسم و من عفو نوشتم و همون دقیقا که عفو نوشتم و آزاد شدم به جناب فؤاد پاشایی از حزب مشروطه زنگ زدم و گفتم که من عفو نوشتم و اینا میخوان به منو پس از آزادی مجبور به همکاری در داخل ایران بکنن و خواهش میکنم منو نجات بدید و از ایران کمک کنید که من فرار کنم. و خب حزب مشروطه و آقای پاشایی و دوستان دیگری پول جمع کردن و من از ایران اومدم بیرون. پس از 2 ماه پس از آزادی نزدیک 15-16 روز تو راه بودم، تو استکهلم رسیدم و پس از 2-3 هفته در استکهلم اقامت دائممو از سوئد گرفتم و پس از اینکه اقامت دائممو گرفتم من کار سیاسی رو آغاز کردم در خارج. چون الان شما در خارج از کشور میبینید کلا همه میان بیرون، در ایران فعالیت سیاسی نداشتن، در خارج فعالیت سیاسی رو تازه آغاز میکنن، اقامت میگیرن، میرن پی زندگیشون. من وقتی که اومدم خارج تا قبل از اینکه اقامت سیاسیمو نگرفته بودم، در اون هولوش 2-3 هفته کار سیاسی رو شروع نکردم. این کل ماجرای من بود که چگونه اومدم خارج. یه مسئله رو اینجا روشن کردی که خیلی من میخواستم سوال بعدی بپرسم. این جریانی که رفته بوده مسئله سبز و اصلاحات و بیانیه آقای موسوی که من شما رو میخوام ببرم به دوران طلایی امام خمینی، یه مسئله شد برای منی که این طرف بودم. میگفتم
چطور مردم میخوان که برن 2 مرتبه به اون دوران برگردن که شما خوشبختانه الان تو این صحبتی که کردین گفتین که ما برای این رفتیم راهپیمایی که اینا فکر نکنن که جمعیت اومده به خاطر اینها. بله خب شعار از همون روز اولا مشخص بود. شما از همون روز اول شعار مرگ بر خامنه‌ای ببینید بهانه بود موسوی بابت اینکه لحظه‌ای که ما رو دستگیر می‌کردن یا مردم که دستگیر می‌شدن، خود من حتی تو بازجویی میگفتیم آقا جون ما پشت سر مثلا نخست وزیر امام اومدیم تظاهرات کردیم، مشکلی با جمهوری اسلامی نداریم. در واقع این راه در روی بود زمانی که دستگیر می‌شدیم، چون خب به هر حال حاکمیت بسیار وحشیانه برخورد میکرد با معترضین. ولی حقیقتی که در خیابون‌های تهران بود و هممون هم میدونستیم این بود که شعارها رادیکال بود، شعارها ضد اسلامی بود، شعارها ضد حکومتی بود و همه موسوی و کروبی رو مسخره میکردن و میگفتن بهانه و فقط موقع دستگیری به درد میخوردن که آدم بتونه برگرده بگه آقا من پشت سر نخست وزیر امام یا پشت سر رئیس مجلسی که خب چندین دور آقای کروبی رئیس مجلس بوده خودش آخون بوده مثلا حرکت کردیم که از بار فشاری که وزارت اطلاعات رومون میذاش کم بشه. هرچند وزارت اطلاعات هم این قضیه رو خب خوب میدونست و زیر بار نمیرفت ولی به هر حال حقایق به این گونه بوده. کسی هم دنبال اصلاحات تا اونجایی که من در ایران بودم توی جنبش سبز نبود، همه واقعا دنبال براندازی بودن. امید جان اون شعار معروفی رو که یهو دادی چطور شد یه دفعه برگشتی گفتی مرگ بر خامنه‌ای؟ در این ارتباط بانو حسینی من قبلا یک مستندی درست کردم، با دوستان جمع شده بودیم که مرگ بر اصل ولایت فقیه بود البته، چون مرگ بر خامنه‌ای رو که خب همه میگفتن. شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه ما دنبال یک شعاری بودیم که اساس نظام، چون تو اون روزا خیلی جمهوری اسلامی روی ولایت فقیه زوم کرده بود توی تلویزیون صدا و سیمای خودشون، ما گفتیم یه شعاری رو باید بدیم که کل نظام زیر پرسش بره که اصلاح طلبام دیگه نتونن بگن که مثلا این جنبشی که دنبال رأی خودشه، چون به هر حال اگه کسی دنبال رأی خودش باشه در چارچوب نظام اسلامی مشکلی نباید با ولایت فقیه داشته باشه. برای همین ما ولایت فقیه رو نشانه گرفتیم که دیگه اما اگر توش نباشه. چون مثلا واقعا اون شعاری که شما دادی، اون فریاد بنفشی که به قول معروف کشتی، تو اون موقعیت تو ایران اصلا شوک برانگیز بود. این چه سالیه ببخشید؟ سال همه 88 که ایشون داد میزدن مرگ بر خامنه‌ای. به سال آمریکایی چی میشه؟ این وری چی میشه؟ 88 تو 2009 میلادی 2009 بله. البته بانو حسینی من اگه میدونستم اون صحنه حتما فیلم برداری میشه چنین کاری نمی‌کردم، چون دوست داشتم در داخل ایران به فعالیت‌های زیرزمینیم چیز بشه ادامه بدم. من در واقع اینو همیشه هم گفتم، من اصلا آگاه نبودم اون لحظه حتما داره فیلم برداری میشه و قراره چند ساعت بعد از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش بشه. من وقتی که برای اولین بار تصاویر خودم رو در اخبار جمهوری اسلامی دیدم یه آب سردی بود بر پیکر من و واقعا زندگیم عوض شد. و من چون همیشه تو تظاهرات شعارهای تند میدادم در بین جمعیت و خب شناسایی نمیشدم، حواسم جمع بود. تو اینجا هم که شناسایی شدم یک لحظه ماسکمو میارم پایین چون صورتم عرق کرده بود و خب شوربختانه شناسایی شدم، وگرنه اگه میدونستم شناسایی میشم چنین کاری نمیکردم. به هر حال بازم تشکر از شامدتون در هر دو سم. امید جان من نمیخوام زیاد وقت تو رو بگیرم برای اینکه میدونم خیلی کار داری، به خصوص این که فردا یک کلیپ سنگینی داری. قبل از اینکه راجع به این کلیپ ازت سوال کنم میخوام بپرسم چطور شد به فکر تهیه برنامه رودست افتادی؟ بانو حسینی من اوایلش که اومدم خارج خب با خیلی از شخصیت‌های سیاسی و برتری که الان در فضای اپوزیسیون هستن نشست و برخاست داشتم در اسکای. خب شخصیت‌هایی که خیلی هاشون تحلیلگرای صدای آمریکا، بی بی سی هن یا رهبران اپوزیسیون هستن، ولی وقتی با این دوستان و با این بزرگان مثلا میشستیم گفتگو میکردیم من میدیدم که توی حالت هفلوتی خیلی از این فعالین سیاسی سیر میکنن
و یه صحبتایی میکنن که با اون روح حقیقت خواهی ایرانگرایی ما اصلا سازگار نیست. من بعد از یه مدتی فهمیدم که مشکل اساسی ما در خارج از کشور حداقل جمهوری اسلامی نیست. شاید جمهوری اسلامی آخرین مشکل ما باشه. من قبلا فکر میکردم جمهوری اسلامی اولین مشکله. تمام انرژیمو گذاشته بودم برای جمهوری اسلامی. منتها در خارج فهمیدم که این جمهوری اسلامی انقدر بازو داره که دستهای زیادی در این خارج در اپوزیسیون داره، در واقع اپوزیسیون نیست، یک اپوزیسیون کاذب به وجود آورده. من مشاهده کردم اپوزیسیون حقیقی که خب هواداران پادشاهی بودن، کسانی بودن که در شورش 57 یا شرکت نکرده بودن یا اگر هم شرکت کرده بودن در دفاع از قانون اساسی شرکت کرده بودن. این اپوزیسیون حقیقی سرخورده شدن. خب عواملش هم خب خیلی زیاد بود و این بابت عدم حضور اپوزیسیون حقیقی یک اپوزیسیون کاذب به وجود اومده. من اونجا فهمیدم که باید شروع کنم یواش یواش دست این اپوزیسیون کاذب رو اول رو کنیم، بعد برسیم به جمهوری اسلامی، چون اینا نمیذارن که حاکمیت ما بخوایم باهاش مثلا مستقیم برخورد کنیم. و از اون ورم بابت این اپوزیسیون کاذب اصلاح طلبای حکومتی هستن که کاملا BBC صدای آمریکا رو نمیدونم خریدن یا اصلا بگیم الان ملک خودشونه، ولی اونجا به هر حال صداشون بروه. من برنامه هامو می ساختم ولی خب به صورت فردی می ساختم تا اینکه سر جام جهانی بود که همین چند ماه پیش من دیدم یک دفعه مجریای تلویزیون من و تو دیگه، تلویزیون صدای آمریکا و BBC و آقای کامبیز حسینی و رادیو فردا آقای فرشید منافی که من واقعا اون عکس‌ها رو دیدم یک لحظه فکر کردم ایشون در استودیو رادیو جوان جمهوری اسلامی نشسته، کلی پرچم جمهوری اسلامی تبلیغ شد. یعنی شما نگاه کنید از آقای رها اعتمادی در تلویزیون من و تو بگیرید بیاید تا آقای کامبیز حسینی برنامه پلیتیک و تا صدای آمریکا و تا BBC هم که اصلا دیگه اون آقای صبا یه دونه سالن گرفته بودن کارمندای BBC همه دست خودشون بچه‌هاشون هم تیشرتای جمهوری اسلامی و آقای فرشید منافی جمهوری اسلامی و همه داشتن پرچم جمهوری اسلامی رو تو دستشون میگرفتن. اونجا گفتم ای دیل قافه، منی که انقدر شعار مرگ بر ولایت فردی دادم، پرچم شیر و خورشید رو همه جا میبرم بالا، من میشم مأمور جمهوری اسلامی. اون وقت این دوستان که پرچم جمهوری اسلامی رو علنی خودشون گرفتن اینا همه میشن میهن پرست و کار درست. اونجا دیگه نتونستم طاقت بیارم و به این نتیجه رسیدم که خب این کسایی که الان ما نامشون آوردیم اینا به وسیله رسانه‌های نیرومند و برنامه‌های نیرومند از نظر فنی البته بیشتر دارم عرض میکنم، از نظر فنی چون برنامه‌هاشون خیلی نیرومنده توانستن در جامعه تاثیرگذار باشن. اونجا دیگه به خودم اومدم گفتم خب اگر من میخوام با اینا مقابله بکنم تنها راهش اینه که آهن رو میبره، باید خودم رو نیرومند بکنم و یک برنامه از نظر فنی، نمیگم به حد این کسایی که نام آوردن ولی حداقلیات حرفه‌ای بودن رو رعایت کنه و از یک سری پارامترهایی برخوردار باشه که جامعه حوصله دیدنش رو داشته باشه، چون جامعه ما حوصله برنامه سیاسی 1 ساعت 2 ساعته رو واقعا نداره. که رسیدم به برنامه‌ای که همکنون دارم اجرا میکنم. خب رو نامش هم خیلی فکر کردم چون خیلی ها همیشه به من میگفتن چرا به خامنه‌ای کار نداری، چرا به خمینی کار نداری. خب واقعا مثلا من میانم در مورد خامنه‌ای چی بگم خامنه‌ای چقدر جنایت میکنه که خب خیلی بهتر از من همه گفتن، همه میشناسن. بعد خامنه‌ای بیچاره دستش روه، یعنی شما میدونید آقا خامنه‌ای جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات سپاه پاسداران این رسما دشمنمونه، ما میدونیم. ولی کسی که مثل آقای نوری زاده در این ور آب دم از اپوزیسیون میزنه، سر انتخابات کراوات بنفش میندازه و در تلویزیون ایران فرداش برمیگرده میگه که آقا جون برید رأی بدید. نه یا در این اپوزیسیون شما میبینید که آقای کامبیز حسینی صبح تا شب این سران جمهوری اسلامی رو مسخره میکنه ولی در جام جهانی دست خودش پرچم جمهوری اسلامی میگیره. بعد میگیم چرا این کارو کردی؟ میگه مردم اینو گرفتن. مردم میان در مسابقات والیبال پرچم شیر و خورشید میگیرن، آقای کامبیز حسینی اون عکس رو منتشر میکنه ولی پرچمای شیر و خورشید رو فتوشاپ میکنه تا اونا دیده نشن. خب اینا مارمود بازیاییه که ما داریم از اینا میبینیم.
بعد اونجا گفتم باید حداقلیات حرفه‌ای بودن رو باید رعایت کنم و نامی که انتخاب خواستم بکنم بابت اینکه کسی به من گیر نده که چرا به خامنه‌ای و خمینی و این و اون گیر نمیدی از طرف رژیم، نام برنامه رو دیگه رک گذاشتم رو دست. گفتم آقا من اصلا اساسا میخوام به اینجور افراد یه رو دستی بزنم که اینا فکر نکنن در اپوزیسیون نما هستن یا اپوزیسیون کاذب هستن. هر کاری بکنن از چشم تیزبین به هر حال نسل نوین میخواد پنهان باشه. خب خوشبختانه با گذر زمانم این برنامه‌ای که حالا من دارم با کمک چند تن دیگه از دوستان، البته بگم بیشترم کمک دوستان فیسبوکی و فضای مجازیه، چون هر برنامه‌ای که من میخوام بسازم قبلش اعلام میکنم و یک همکاری دست جمعی. خود شما بانو حسینی بارها کامنتاری رو گذاشتید و من از همون کامنت‌ها برنامه رو ساختم. چیزی نیستش که همش از خودم باشه، فقط من ادیتش میکنم و اجراش میکنم. محتوای برنامه کاریه که تقریبا مال همه دوی فرندای فیسبوکی منه. امی جان چه ببخشید که دارم از حرف میگیرم، میدونم که فردا باید یک کلیپ جدید داری، ولی این هم ازت سوال کنم. وقتی شما مثلا یک نفر رو یا یک گروه رو در نظر میگیرین که راجبش صحبت کنین، آیا این انتخاب شخصی خود شماست یا دوستان همراهانی که دارین، چه از اونایی که به اصطلاح نزدیک باهاتون کار میکنن، چه کسانی که روی سایت رودست و یا شما میان، چی مثلا چجوری به فوکوس میکنی روی یه مسئله و عنوانش میکنی؟ این از کدوم طرفه؟ یا دوستانه؟ من یک بار حالا پس از برنامه من تفاهم شعر میتونم بکنم در اسکایپ، شما منو ببینید در حالا پیج رودست یا فیسبوک شخصی، انقدر هر روز دوستان فیسبوکی و فضای مجازی یا حتی ولی رفته در اسکایپ پیام میدن و سوژه میدن، از سوژه هایی که میدن من واقعا انتخاب میکنم. میگم واقعا محتوای برنامه کار من نیست همش. شاید من خودم 30% از محتوا رو خودم توش دخیلم، 70% کلا دوستانن که محتوا سوژه همه مسائل رو میدن و من اینا رو تدوین میکنم و سناریوشو مینویسم. سپاسگزارم که با صداقت حرف میزنی، خیلی مهمه، چون این مرض منم خیلی یقه خیلی یاری گرفته. نه از اون مرضا منم دارم. از کدوم مرضا؟ منم نه این مرض منم خارج صرف نظر شوخی، این مرض منم خیلی دامنگیر خیلی ها شده و وقتی که تا جایی ما رسیدیم که یک آقای خیلی با سابقه سیاسی هم اومدن روی برنامهشون اعلام کردن که همه اشخاصی که میان صحبت میکنن یا کرکتر دارن یا پول دارن. من هم کرکتر دارم هم پول دارم و اومدم که مثلا ملت نجات بدم. یا اون آقای جهانشاهی با تکیه بر آقای هنری، نه نگفته بود میخوام نجات بدم، گفته بوده که من خوشتیپم هم معروفم. چرا من نشم مثلا پادشاه ایران؟ چیم از شاهزاده رضا پهلوی کمتره؟ و دوست ما هم گفته بود اسمت. مسئله اینه که انقدر این جو زیاد شده، یا مثل اون آقای جهانشاهی که برگشتن گفتن که من پول همه رو میدم گروه ها بیان و بعدنم میخواستن جمهوری فدرالیسم برای ما ببرن و با همت آقای هنری لویی یکی از شغل ایشونه نمی نیسن، ولی هر جایی که هر کشتاری میشه یا هر مثلا شورشی یا بلوایی یا کودتایی شروع میشه، ایشون شما عکساشو میتونید ببینید با رهبران اون کشورها قبل و بعد جریان. میبینین جلسه میذارن، آقای خانسالی هم میان تشریف میارن میگن که ما در بالا اینا رو که در خدمتتون میگم اینا مصاحبه هایی بودن که توی تلویزیون کردن، یعنی همین مصاحبه که من الان حرفش دارم میذارم تو تلویزیون ایتو بود. خانم شهره نظر مصاحبه گر بودن و آقای مهرداد خانسالی که حیف آقا مصاحبه شونده بودن. برگشتن گفتن ما در بالاترین سطح با شیخ‌های عرب صحبت کردیم و حتی
شیخ عربستان سعودی گفته اگه مردم ایران حرکتی کنن من پشتیبانشون خواهم بود و نفر سوم این مثلث هم آقای باز میگم آقای نوریزاده بود که من میگم کوریزاده، که اون برگشت گفت افتخار میکرد که این تلویزیونشو ولیعهد عربستان راه انداخته. با توجه به همه این مسائل و پشتیبانی‌های مالی شدید و وطن فروشی هایی که میکنن، من الان با یه نفر دارم صحبت میکنم که با نهایت تواضع داره میگه که 70% این کارها مال عزیزان من. و تقریبا میخوام آخرین سوال ازتون بکنم. میدونی که امروز مصادف با رفتن پادشاه بزرگ ما از کشورمون و 36 سال به تبع اون گرفتاری ها و همه این مسائلیه که شما اطلاع داریم. میدونم که این کلیپ این فردا رو در رابطه با این مسئله داریم میسازیم. آیا میخواین یه توضیح کوچیکی در این باره به ما بدین یا اینکه ترجیح؟ نه بله فردا خواهش میکنم. راستش برنامه فردا رو من تلاش دارم میکنم در 13-14 دقیقه تموم بشه. نزدیک به 30 چهره کسانی که بازیگران شورش 57 بودن، از چپ و راست و آخوند و غیر آخوند و حتی کسایی که در دستگاه بودن کمکاری کردن، 30 چهره رو انتخاب کردم که به هر کدومشون نزدیک به 15-16 ثانیه خواهیم پرداخت، چون ارزش بیشتر از 15-16 ثانیه هم ندارن. بعد اینا رو جمع‌بندی می‌کنیم. پس فردا دروه. بله 30 تا رو در 13 دقیقه میخوایم چهره هاشون رو بگیم که سرنوشتشون چی بوده در واقع، یعنی بازیگرانی که مردم رو تشویق کرده بودن که در کف خیابون عربده کشی کنن بگن مرگ بر شاه، خودشون به چه سرنوشتی دچار شدن و خب اینو توضیح میدیم و یک نتیجه گیری میکنیم و از طرف نسل نوین از اینا میخوایم که اگر یک پوزش‌خواهی ملی نمیخوان بکنن که حداقل بار گناهانشون کمتر بشه، باید منتظر بمونن تا به هر حال ما اونا رو به پوزش‌خواهی بندازیم. این نتیجه برنامه خواهد بود که من فکر میکنم یه برنامه‌ای باشه که با اعصابشون بره، چون از زمانی که این برنامه‌ها رو ما درست میکنیم کلا رو نرو شورشیای 57 رفتیم و هر کدومشون چون جوابمون رو دادن تا الان. خب یه چیزی خیلی دادن همشون فوش دارن، بگید کدومشون ما از آقای محسن نامجو بگیرید تا یا اگرم فوش نمیدن بعضیاشون خیلی خوب مؤدبانه میان گفتگو میکنن، مثل آقای کامبیوترنی خب اومد با من چت کرد و مؤدبانه البته گفتگو کرد. بعضیاشون هم هستن مثل آقای امید عزیزم شنیدم علیه شکایت هم کردن. یه آقای شاهین نجفی بود که منتها شکایت مجازی کرده بودن در یوتیوب، مثلا به صورت رسمی که مثلا بخوام برن در دادگاه نه، ولی در یوتیوب از من شکایت کرده بودن که اونم خب خوشبختانه ما تونستیم حلش کنیم، نتونستن کاری بکنن. به هر حال بانو حسینی کسی که مثل من میاد تو این فضا از قبلش باید پوست خودش کلوف کرده باشه و آماده باشه. من که تا دم اعدامش رفتم، به خدا اون موقع قرار بود اعدام بشم، خانومم شاهد یا بچهای زندان، حتی ما 500 تا زندانی مطرح داشتیم اون موقع در ایران و همه شاهد بودن که من اصلا برام مهم نبود. حالا اینجا نهایتا اگه روزی سر برنامه هم بخوان اذیتم بکنم فکر نمی‌کنم بیشتر از چند سالی تو زندانای استکهلم یا سوئد بمونم که اونم اذیت نمیشم، واقعا خودشون اذیت میکنن چون من اصلا کوتاه نخواهم اومد. ولی چیزی که هست بعضیاشون مؤدبانه اومدن جلو مثل آقای حسینی، ولی بعضیاشون هم مثل آقای ابراهیم نووی خب فوش دادن، بعضیاشون مثل آقای تورج دریایی خب اومدن به من کامنت دادن، چت کردن، به صورت تمسخر اومدن جلو. هر کدومشون مدلاشون فرق داره ولی نتیجه یعنی مخرج مشترک همشون اینه که نشون داده که این برنامه رو نروشون رفته و نتونستن بیخیال بشن، چون خیلی زمانا خیلی ها به اینا میپردازن، اینا بغلش رد میشن جواب نمیدن، ولی این برنامه رو همه جواب دادن و اونم بابت اینه که برنامه به صورت کوتاه و حداقلیات حرفه‌ای بودن رو رعایت میکنه و بعدم چون کار دست جمعیه واقعا، یعنی شما واقعا اینجوری میگم نباید نگاه کنید یه امید دانایی اونجا وایساده حالا دوربینو گذاشته جلو خودش داره حرف میزنه، بابا پشت صحنه میگم سر هر برنامه حداقل شما همین الان برنامه‌ای که من اعلام کردم برای فردا میخوام بسازم نزدیک 113-14 تا فقط در فیسبوک شخصیم لایک کردن و نزدیک 53 تا کامنت اومده.
خب الان این 53 تا کامنت مثلا 9 تا، خب این مثلا 9 تا با هم دارن برنامه رو میسازن، چون نظر اونجا من الان تو همین برنامه که می‌خواستیم بسازیم آقای محمد باهنر من جا انداخته بودم شما نوشتی. خب من الان داشتم کامنت شما رو میخوندم گفتم این محمد باهنر اینم اومد تو لیست. پس کارگردان خانم حسینی نیست واقعا. امید جان در صورتی که اگه بهکام عزیز صحبتی نداشته باشه من میخوام ازت آخرین سوالم بکنم. چه توقعی از کل مردم، هم از جوان و پیر فرقی نمیکنه، زن و مرد فرقی نمیکنه، چه انتظاری تو به نوبه خودت از کسانی که حرفای تو رو تایید میکنن و قبول دارن، چه انتظاری از اونا داری؟ ببینید من قبلا یک برنامه ساختم، چون ببینید کلا اگر برنامه ما میخواد بیشتر رو نرو اینا بره، هر چقدر بیشتر ما بازدید داشته باشیم، چون خوشبختانه برنامه رو من در یوتیوب که میذارم بازدید این نشون میده که این برنامه چقدر مخاطب داشته. ببینید ما من الان فیسبوک هم 17,000 تا لایک داره، این 17,000 تا حامی هستن، ولی باور کنید خیلی بیش از اینا مخاطبن، چون خود آقای نبوی که میشینه برنامه رو میبینه خب این مخاطب میشه، حالا مخاطب مخالفه. من قبلا یه برنامه ساختم بابت این که بتوانیم برنامه هامون رو در سطح گسترده پخش بکنیم. چندین کمک خواستم از هم میهنان که خب خیلی دستشون هم درد نکنه، خیلی کمک میکنم. مثلا یکی از کمک‌ها این بود که پیج رو دست رو در فیسبوک برای دوستانشون اینوایت بکنن که لایک پیج بره بالا، و هر چقدر لایک پیج بره بالا مخاطب بیشتری پیدا میکنیم و بیشتر دیده میشه. منتها فیسبوک یک نامردی کرده در واقع. من اگه 17,000 تا الان پیجم مثلا لایک داره، پست که میذارم این پست فقط برای 800 900 تا یعنی 1000 تا هم نمیشه میره، و اگه برای 17,000 تا میرفت خب خیلی مثلا تاثیر بیشتر میشد. فیسبوک این کارو کرده برای همه پیج ها بابت اینکه هر پستی رو ما باید تبلیغ بکنیم بهش، یعنی به فیسبوک باید پول بدیم که فیسبوک مثلا این برنامه رو پخش بکنه بیشتر دیده بشه. برای همین منظور من به غیر از اینکه از دوستان خواستم که اینوایت بکنن پیجو، کمک مالی خواستم، دستشون درد نکنه. تا الان یه آقای به نام نیما از آمریکا، خانم صحبا از آمریکا، یه خانومی از دانمارک، اینا به من تا الان پول به من یه مقداری کمک کردن و من اینو خرج تبلیغات در پیج فیسبوک کردم که برنامه هامون بیشتر دیده بشه. و خب به دنبال یه اسپانسر هم هستم که هم بتونم در فیسبوک تبلیغ بکنم، هم بتونم با این تلویزیونایی که از طریق ستلایت به داخل ایران میرن یه گفتگویی داشته باشم، اگه شهامتش رو داشته باشم برنامه‌های ما رو پخش کنن. چون شوربختانه این دوستان لس آنجلسی خیلی هاشون پشت صحنه از این مجریا و تلویزیون دارای لس آنجلسی پیام بهم دادن و تایید کردن برنامه رو، ولی موقع چیزش حوصله فوش خوردن ندارم پخشش بکنن. حالا امیدوارم اگر پول اون ساعتشون رو بپردازیم پخش بکنن، ولی خب من فکر نمی کنم اینا، چون یه شوربختانه من نمیدونم تلویزیون سیاسی که شهامت حرف زدن نداشته باشه چجوری میخوان، نمیدونم واقعا موندم. ولی خیلی از اینا هم با من دوست هستن، بهشون هم گفتم حداقل شهامت اینو داشته باشید. شما که خودتون اینا رو نگفتید 36 سال، حالا حداقل من که دارم به این شکل میگم، در این سطح میگم، حداقل لطف بکنید پخش بکنید. حالا امیدوارم یک کمکم واقعا همین میتونه باشه. منم دیگه اشتراک گذاری برنامه در فیسبوک و فضاهای دیگه است که خب خیلی از دوستان دارن لطف میکنن دیگه. امید جان، اگر که هر کدوم از عزیزانی که توی فیسبوک هستن، حالا چه برنامه شما چه برنامه های بهکام، چه کسانی که میبینن واقعا ایران پرستن. ببینین من الان من واقعا باور کن آقای دانا گیج میشم. مثلا روزی 17 دی یه آقای اومده نوشته 17 دی روز آزادی و پرواز بانوان ایران بیاد خدمات ابرمرد ایرانساز پهلوی. خب بعد از اون ور اومده کلیپ شعر زنی رو که گذاشته که اون نامه فدای از شبامو برای خاتمی نوشته و یکی از مسئولان
سرسامان دهنده اصلاح طلبان جمهوری اسلامیه. آخه شما باور کنید من با این آدمایی که با دو طرف لب دهنشون حرف میزنن اشکال ایناست. اگر شما دشمنتو میدونی دوستت هم میدونی و تکلیفت روشنه. حالا روی این مسئله نپردازم، برم روی مسئله که شما فرمودین. اگر هر کدوم از دوستان که وقتی میبینن که اشخاصی واقعا از دل و جون برای این سرزمینه که واقعا به آتیش گرفتار شده دارن تلاش میکنن، کوچکترین کاری که میتونن بکنن روی این همه گروه و دوستایی که دارن کلیپ برنامه ها رو شیر کنن که رجوع کنندگان، شنوندگان و بینندگان اون برنامه ها بیشتر بشه تا بتونیم حداقل ما این کمبود میدونیم که الان تمام رسانه ها تحت کنترله، روی خط کار میکنن، که ما این کمبود بیجایی و نداشتن قدرت رو بتونیم از طریق قدرت مردمی بر بزنیم. اینی که منم از به نوبه شما مثل شما تقاضا میکنم همراهی کنیم، فقط نشینیم. کارش یک کلیک کردن ساده است. اگر نمیتونین امکانات مالی ندارین، نمیتونین کمک کنین، حداقل میتونین لینک های برنامه رو کلیک کنین، شیر کنین که دوستان عزیز دیگه هم ببینن و این ترتیب سطح آگاهی جماعت بره بالا. من آخر سرش ازت امید جانم یک دنیا سپاسگزارم که محبت کردی، با این همه گرفتاری اومدی. همیشه شنوندت خواهیم بود. هر موقعی که اشکالی پیش اومد، هر موقعی که کاری داشتی، هر موقعی که چیزی که فکر میکردی باید 4 تا آدم بیشتر بشنون، من و بهکام عزیز در خدمتتونیم، یعنی در خدمت همه میهم پرستانیم و خیلی بازم ازت تشکر میکنم. بهکام چون شما صحبتی ندارین یا آقای دانا؟ چرا میخواستم اینو بگم، من قبلا عکس شما رو دیده بودم تو تظاهرات، اینا بعضی وقتا اینجا میذاشن تو همون سوئد تظاهرات میکردین، نه قبلا ریش بلندی هم داشتید، موهای بلند و همین یه آشنایی دور داشتم. بعد که این ویدیوهاتون رو دیدم واقعا یعنی تک تک نشستم نگاه کردم، دیدم خیلی جالب از این نظر که به قول آمریکایی گفتنی you hit the nail on the head، مثل اون نجاری که میخواد بزنه چکشت این ور اون ور نمیخوره، درست میره رو سر میخ، یعنی اونجایی که باید بزنی میزنی و خیلی از کارت خوشم اومد. اینو به خانم حسینی هم گفتم، به بعضی از دوستانم گفتم و خیلی هم شهیدم، خیلی بودم آقا این امید دانا ما بهش شک داریم اونوریه، اصلا گیرم هم آقای امید دانا اونوریه یا اینوریه، هیچکی نمیدونه. من الان تو دل آقای امید دانا نیستم که، یا تو دل خانم حسینی نیستم که، چه میگن غیبگو نیستیم، ولی اون چه که این جوون داره میگه قابل تحسینه، یعنی درست داره صحبت میکنه و حرفشو با شهامت میزنه. من از این کارت خیلی خوشم اومد و بهتم گفتم که I like your style، یعنی این استایلی که میری خیلی رک حرف میزنی که متاسفانه در میدیاهای ایرانی اونهایی که تو ستلایت هستن میبینیم که رک صحبت نمی کنن. به قول خانم حسینی گفتنی با دو طرف درنشون حرف میزنن، یا به قول آمریکایی استریوتایپ هستن. بعد از کار فنیت هم خوش آمد چون very simple، زیادم کج و ماوج نکردی، نمیدونم خیلی سیمپل و حرفتون میگی خیلی جالبه. و من الان در حدود یه هفته است یا 2 هفته است همش برنامه شما رو پخش میکنم وسط موزیکا. نه خواهش میکنم، چون گفتم ببین این حسادتی که در جامعه مسن ایرانی وجود داره، نه در اونایی که در سن سال من و شما هستن. البته من از شما بزرگترم هستم، یه 10 سال 15 سال شاید 20 سال یا 60 سال که، ولی چیزی که هست من متوجه شدم که میدیاهای ایرانی دست این یه عده پیرپاتالن و اینا خیلی حسودن، فقط میخوان خودشون گل کنن. مثلا یه کسی مثل امید دانا داره حرف درست میزنه، اینا ما دیدیم در هیچ میدیایی تا حالا پخش نشده و نمیکنن.
چرا؟ چون نکنه امید دانم اتنشن بگیره مثلا همه یادشون بره بهکام کیه. این پرابلمی که ما داریم، در صورتی که حرفی که امید دانا میزنه حمله‌ای که میکنه به دشمنان ایران یا به میهن فروشان به نفع منم هست، به نفع تمام میهن پرستانه. اینه که ما باید حسادت رو بذاریم کنار و میدون رو وا بکنیم برای همچین اشخاصی، همچین جوانایی و میهن پرستایی. سوال من از شما اینه عزیز من، این کارهای تکنیکی شما قبلا هم وارد بودی در ایران این کارها رو میکردید یا همه رو اینجا یاد گرفتید؟ من راستش در ایران جناب بهکام پاور کامپیوترم خاموش روشن نکرده بودم. همه این کارها رو توی این 3 سال که اومدم در خارج یاد گرفتم. آفرین، احسن به شما، چون you do the good work. یکی از موفقیت‌های برنامه‌هایی که باعث شده رو روان این کسایی باشه که سوژه برنامه قرار گرفتن این بوده که من نرفتم مثلا بیام بگم مثلا آقای فلانی مأمور اطلاعات سپاه، چون من نمیدونم که من که یه دسته امنیتی ندارم که یا در جایی وقت نیستم که بدونم که کی چی کاره بوده. درست. من از صحبت‌های خودشون میام، مصاحبه‌هاشون رو وقت میذارم گوش میکنم، علاوه صحبت‌های خودشون میگم آقا خودش داره میگه. اینه که رو روانه. یعنی شما اگه تو برنامه‌های رو دست نگاه کنید من اتهام نمیزنم، میگم اگه خانم سیمین بهبهانی شعر میگفت به خاطر پول نمیرم بگم مثلا اینو مثلا از فلانی که شنیدم فلانی هم اینو گفته اون گفته، یا یه دونه مثلا پرونده‌ای در یه جا پیدا کردم خوندم حرف خودش میگم خانم بهبهانی در مصاحبه با BBC خودش میگه من به خاطر پول این کارو کردم. بله. این رمز موفقیت بوده. منتها من از دوستانی که واقعا تو این 3 سال خیلی هاشون من اذیت کردن میگن امید دارم مأمور اطلاعاته، من میخوام بدونم که خب شما دوستان از کجا اینقدر اگه اینقدر واقعا باهوشید یا دستتون به جای بنده خب بیاید شغل بهتری بگیرید واقعا. خب. و مسئله دیگه که وجود داره اینه که بابت همین اتهام زنی‌های الکی که به من تا الان زدن باعث شده که خب من مخاطبانم بیشتر بشه و هر روز این صحبته که بر علیه من اومد کم رنگ‌تر بشه، چون اتهام زنی الکیه. یه با من دیدم این آقای تیمسار نیوز اومده بود نوشته بود آره امیدوارم در سپاه پاسداران آموزش‌های آنچنانی دیده. خب شما اول باید توضیح بدید که تو سپاه پاسداران شما چی کاره ای که فهمیدی یک فردی در سپاه پاسداران آموزش دیده؟ بالاخره تو باید یه کاری باشی تو اون سیستم که اخبار محرمانه و طبقه بندی شده وزارت اطلاعات داشته باشی. برای همینه میگن از شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این مثال و در ذهن بله ببخشید معذرت میخوام بفرمایید. نه همین میخواستم بگم که وقتی شما من اینو از یکی چیزی که از دوستان و یاران پادشاهی خان میخوام همینه که برای که کارمون تاثیر داشته باشه به هیچ کس اتهام الکی نزنید، چون اتهام الکی بزنید میشه امید دانا. هر روز هم بین خیلی‌ها داره حرفش بروتر میشه و مخاطبانش بیشتر میشه، چون خیلی الان شما نگاه کنید چقدر بچهای 20 ساله، الان این خانومی که از آمریکا به من کمک کرده 19 سال بیشتر سن نداره، یا بچهای ایران 17-18 ساله، چون وقتی که شما اتهام الکی بدنید مردم میگن ای بابا اینم همون اتهامای الکیه و بدتر تبلیغ میکنید برای طرف. برای همین من خیلی حواسم جمعه تو برنامه‌ای که میخوام بسازم. خیلی اومدن به من گفتن آقا فلانی این کارو کرده فلانی اون کارو کرده، گفتم مدرک بدید وگرنه من تو برنامه نمیگم. و بابت همین بود مثلا برای آقای ابراهیم نووی انقدر اومدن به من چیزای عجیب و غریب گفتن، شاید هم حقیقت داشته باشه من نمیدونم، ولی چون مدرکی ارائه ندادن هیچ کدومشون رو تو برنامه نگفتن. بله سپاسگزار. و امید جان یکی از اهداف منم برای یکیشون برای گفتگوی با شما عزیز امروز این بود که با توجه به اینکه امروز 26م و شما کلیپی که در تهیه کردین در رابطه با همین مسئله است و این کلیپ برشش بیشتر از 100 ساعت حرف زدن امثال منه، خواستم که توجهی جلب بشه به این کلیپی که شما تهیه کرد داری میکنین و میخواین بذارین که در نهایت سادگی و به دور از اتهام زنی‌های بیخود بتونه اصل جریان و این کسانی که باعث سیاه‌روزی ما شدن به جامعه معرفی کنن.
من ازت یک دنیا معذرت میخوام. کسانی هم که احیانا میان روی خط مسئول گفته‌های خودشون هستن و این عقیده و نظر نه من هست، نه بهکام، نه شما، بلکه عقیده و نظر همون شخص معینه. اگر که آقای بهکام چیزی نیست، شما قسمت دوم دربارم و الان 5. بله الان میریم. میخواید نوار آقای امید دانا رو بذاریم؟ ویدیویی که میخوایم پلی بکنیم راجع به میخواید توضیح بدید یا فقط نگاه کنیم خودش؟ آخرین ویدیو من فکر کنم در مورد خانم پردیس ثابتی بود. یکی الان خانم حسینی گذاشته روی فیسبوک من شهر قم سخنرانی داشتن. اونا ببینید من واسه 2 تا برنامه، یه برنامه رودست دارم، یه برنامه نیمچه رودست دارم. تو نیمچه رودست یه مسئله روزی که اتفاق میفته و من روش مثلا کاری نکردم 1 دقیقه میشینم مسئله رو بیان میکنم. ولی برنامه‌های رودست که برنامه‌های اصلی شماره گذاری داره همیشه، مثلا رودست 26، رودست 27. این برنامه‌ای که در مورد آقای خامنه‌ای هستش که در قم صحبت کرده، این از اون بخش برنامه‌هایی که یک دفعه مثلا وقتی اومدم پشت دوربین 30 دقیقه قبلش تصمیم گرفتم بیام پشت دوربین. صحیح. اوکی. اینا رو به نامش گذاشتم نیمچه رودست. به هر حال خیلی قشنگ بود. اگه اجازه بدین که با همین امروز هم هست ما اونو پخش کنیم. من پیش ازت تشکر میکنم از این همه به صداقت و رو راستی که داری در کارات و صحبتات. امیدوارم پاینده باشی. امیدوارم که دوستان عزیزی که شاهد برنامه‌های شما هستن بتونن این کلیپ‌ها رو هرچی بیشتر منتشر کنن که بتونیم ما جایگاه‌هایی پیدا کنیم برخلاف این دشمنان وطنمون. بازم ازت یک دنیا سپاسگزارم. امروز رو به ما وقت دادی امشبا و امیدوارم خودت، خانومت و دوستان عزیزی که با شما همراه هستن موفق و پاینده باشن. سپاسگزارم امید جان. برای شما قربونتون برم. منم همینطور. دستتون درد نکنه. مرسی امید. دمت گرم. برای شما خیلی ممنون جناب بهکام. پاینده بدرود عزیزم. موفق باشید. بدرود. Best wish for you. اوکی بریم به این نگاه کنیم. دیروز 17 دی ماه 1393 آقای خامنه‌ای در شهر قم در جمع طلاب و بسیجیان یک سخنرانی داشته. در این سخنرانی آقای خامنه‌ای نیم ساعت علیه خاندان پهلوی و حکومت پادشاهی صحبت میکنه و مدعی میشه پولها داره خرج میشه تا چهره خاندان ایران‌صد پهلوی رو در بین مردم ایران محبوب کنن. اینم بخش کوتاهی از 30 دقیقه سخنرانی آقای خامنه‌ای بر علیه حکومت پادشاهی و خاندان پهلوی. پول خرج میکنن، کار دارن میکنن. کسی که آشنا باشد، آگاه باشد با دنیای کتاب و مطبوعات و مقاله میبیند که دشمنان چه کار دارن میکنن. اینها سعی میکنن چهره خاندان خبیث و منحوس پهلوی را بزک کنن، آرایش کنن. رژیم فاسد و وابسته و خبیث و ظالم که کشور ما رو سالهای متمادی به عقب انداختن و ملت ایران رو اونجور دچار مشکلات عظیم کردن، امروز سعی می شود همون جبهه مقابل نظام اسلامی امید بسته بودن که نسل دوم و سوم انقلاب رو بلکه بتوانند رویگردان کنند، نتوانستند. آقای خامنه‌ای کدام پولها؟ اتفاقا پولها داره خرج میشه تا چهره خاندان پهلوی و حکومت پادشاهی رو تخلیب کنن. صدای آمریکا، BBC، رادیو فردا کلی کارشناس دریپیت جمع میکنن دور همدیگه تا بگن دوران پادشاهی کلا تموم شد و خاندان ایران‌صد پهلوی هم دیکتاتوری بیش نبودن. آمریکا و انگلیس هم که تصدق سری شما هر سال کلی اسناد کیلویی منتشر میکنن تا بگن 28 مرداد رستخیز ملی و مردمی نبوده، بلکه یک کودتای کثیف علیه آقای مصدق السلطنه بوده. حالا آقای خامنه‌ای میشه توضیح بدید کدام پولها داره خرج میشه تا خاندان ایران‌صد پهلوی رو در بین مردم بخوان محبوب جلوه بدن؟ نه آقای خامنه‌ای، پولی در کار نیست. نسل دوم و سوم به قول شما انقلاب خرد دارن، چشم دارن میبینن، با تمام وجودشون دارن لمس میکنن. به قول یکی از شورشیان 57 که پشیمان شده،
درخت و دریا و حتی گیاهان هم دارن فریاد میزنن و نام پهلوی‌ها را صدا میکنن. آقای خامنه‌ای، از اونجا که می‌دونیم شما با کلیه شورشیان 57 از چپ کمونیستش بگی تا ملی مذهبی هوادار مصدقش و اصلاح طلبای جیره‌خوارش و تجزیه طلبای بی‌وطنش با شنیدن سرود شاهنشاهی تحیر میزنی، به عنوان نسل دوم انقلاب اسلامی شکوهمندتان در آخر این نیمچه رو دست با همدیگه سرود شاهنشاهی رو براتون پخش میکنیم. من واقعا از اون پرچمش خیلی خوشم اومد. حالا میدونی من رو اون پرچم میخوام چی بنویسم؟ بله چی بگم؟ میخوام بنویسم شاه شاه میهن. برای اینکه ما بعد از شاه نه خدا دیگه به همون محل گذاشت و کارمون داره و کاری کرده برامون و اون میهن هم از دست رفت. یعنی این سه کلام در واقع اون دو کلام وابسته به این یک کلام بود. خدا و میهن مستقر بود در وجود پادشاه که هم ما رو صاحب خدایی کرده بود که بهش مثلا ایمان داشتیم، بله. ما رو صاحب میهنی کرده بود که بهش افتخار میکردیم. الان نه خدا رو داریم نه میهن و نه شاهو. سپاسگزارم بهتون بدرود میگم. مرسی خانم حسینی. این ویدیو خلیج فارس هم که شما خیلی دوست دارید، من عاشق اون ویدیو هم. بله. قرار بوده که بعضی از تلویزیون ها این ویدیو رو بزنن ولی بذارن. گفتم خلیج فارس فقط مال من نیست. شما فقط اگر که ممکن است روزایی که برنامه دارین کلیپ این خلیج فارس رو روی صفحتون بذارین که بتونم من باهاش شیر کنم با شما بیام. هی نخواد که 6 ساعت برم پایین صفحه تا پیداش کنم. بله بله. ازتون سپاسگزارم. خواهش میکنم. مرسی. الان این ویدیو رو هم به خاطر شما میذاریم و بعد دیگه تشکر. من عاشق این ویدیو ام. سپاسگزارم. بدرود. بدرود گرامی. خیلی ممنون از خانم حسینی و از آقای امید دانا، این جوان هنرمند، هم هنرمند هم سیاسی. اوکی that's it دیگه. میریم به این ویدیو خلیج فارس که نگاه میکنیم، بعد دیگه خداحافظ تا فردا ساعت 2 بعد از ظهر. The Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, or haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. But they do call it Arabian Gulf. Well, they can do many things.